4 چیز در ماه مبارک رمضان ضرور انجام بدین. ارشاد مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم است. 2 مورد آن باعث خوشنودی رضایت الله سبحانه و تعالی میشه و 2 چیز آن چنان است که بغیر از این 2 چیز شما چاره ندارین. 2 چیزی که موجب رضایت الله سبحانه و تعالی میشه، اول گفتن کلمه لا اله الا الله. این کلمه را روزانه به کثرت تکرار بکنین. دوم استغفار بکنین، استغفر الله استغفر الله. سوم از الله طلب جنت بکنین، جنت بخواین و این دعا را صبح و شام 3 مرتبه تکرار بکنین. اللهم انی اسألک الجنه، اللهم انی اسألک الجنه. 4 از جهنم پناه بخواین و این دعا را صبح و شام 3 مرتبه تکرار بکنین. اللهم اجرنی من النار، اللهم اجرنی من النار. باید از این عمل بکنین، از حال در زندگیتان معمول بسازین تا در ماه مبارک رمضان انجام دادن این عملها برای شما آسان شود. و فراموش نکنین این ویدیو را با همگی شریک بکنین. وظیفه ما و شما است که همگی را به الله سبحانه و تعالی نزدیک بکنیم. جزاکم الله خیرا. السلام علیکم و رحمت الله.